وصیت 28 فضیلت سوره اخلاص و معوذتین. از معاذ پسر عبدالله پسر حبیب رضی الله تعالی عنه روایت است که پدرش گفته است ما را ریزباران و تاریکی فرا گرفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را انتظار شدیم تا نماز را با ما بگذارد. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برآمد و فرمود بگو. گفتم چی بگویم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل هو الله احد و معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. هنگام صبح و شام 3 مراتب خواندن از تمام چیز کفایت میکند تو را. روایت ابو داود و ترمذی.